شب آهنگ رو با موسیقی ادامه میدم. این بار میپردازیم به موسیقی کلاسیک و شما رو با یکی از آهنگسازان و نوازندگان جوان و با استعداد ایرانی در این عرصه آشنا میکنیم. تارا کمانگر از 3 سالگی پیانو میزنه و در طول سالها فعالیتش در عرصه موسیقی نواختن سازهای دیگه مثل ویولون، ستار، دف و سنتور رو هم آموخته. تارا تا به حال اجراهای موفق زیادی داشته و با نوازندگان برجسته همکاری کرده. او با هنرمندان ایرانی از جمله محسن نامجو هم همکاری داشته و به تازگی به گروه موسیقی کیوسک پیوسته. همکارم تانیا دربند در سفری که چندی پیش به سان فرانسیسکو داشت، گفتگویی رو با تارا ترتیب داد که در اینجا با هم تماشا می‌کنیم. من از 3 سالگی پیانو و ویولون شروع کردم. تو فامیلم همه موزیک زدند. تارا کمانگر پیانیست، ویولون نواز، آهنگساز، زاده کالیفرنیا و ایرانی تبار است. پدرش از شاگردان استاد حسن کامکار است و ویولون، ستار، سنتور و دف می نوازد. مادرش نیز نواختن پیانو را نزد ملک اصلانیان آموخته است. پدرم اتفاقا میخواست ویولونیست باشه و فامیلش فکر کرد که خوب نیست موزیسین باشه، باید دکتر شه. پس دکتر شد، ولی من و برادرم همیشه میخواست که ما موزیک بزنیم. اولین کنسرت که داشتم 5 ساله بودم، تو مدرسه بود و یک پیانو زدم، هایدن ساناتینا. مهمترین کنسرت که تا حالا داشتم تو اوکلند بود، با اوکلند سیمفونی 2 تا کنسرت زدم برای 3000 نفر. از خیلی چیزا میترسم ولی از پیانو پرفورمنس نمیترسم. تارا که از دانشگاه هاروارد در رشته انسانشناسی فارغ التحصیل شده، اکنون به طور تمام وقت به موسیقی میپردازد. I played both piano and violin. I prefer piano. من پیانو و ویولون می نوازم، اما پیانو رو ترجیح میدم. روی پیانو میشه ملودی و آکورد رو به طور همزمان نواخت. مثلا این قطعه از امین‌الله حسین هست که با پیانو میتوان آن رو با آکورد نواخت. ولی با ویولون فقط میشه ملودیش رو زد و میتوان هر موسیقی رو با اون نواخت. گفته میشه ذهن پیانیست مثل رهبر ارکستر است. انگشتان دستش مثل گروه نوازندگان و خود پیانو مثل صدای ارکستر. تارا سرگئی راخمانینوف موسیقیدان روسی دهه‌های 20 و 30 را موزیسین محبوب خود می‌نامد و در بین آهنگسازان ایرانی به آثار امین‌الله حسین علاقه ویژه‌ای دارد. اون از اقوام نزدیک مادرم بود و من از کودکی به کاست‌هاش گوش می‌کردم. داستان زندگیش رو می‌شنیدم و با آثارش رابطه برقرار می‌کنم. نخستین آلبوم تارا کمانگر به نام شرق اندوه، نوای پیانو از روسیه تا ایران در حال ضبط است و در آن تارا قطعاتی از موسیقیدانان روسی، ارمنی و ایرانی را می نوازد. در این آلبوم میخوام قطعات ایرانی رو معرفی کنم که هم سطح آثار مشهور روسی و ارمنی هستند. قطعاتی از راخمانینوف، سکوریابن، پکوفیوف، خاچاتوریان، امین‌الله حسین و چکنووریان و همچنین آهنگ اندوه که ساخته خودم است رو با پیانو می نوازم. به نظرم حال و هوای غمناک این آهنگ‌ها با یکدیگر همخونی دارند.
I'll have some همراه با آلبوم چند موزیک ویدیو هم منتشر میشه. تارا کمانگر با موسیقیدانان نامی مانند دیوید فاستر نیز همکاری کرده است. فاستر صاحب یکی از بزرگترین استودیوهای ضبط و پخش موسیقی است و معرف خوانندگانی چون سلین دیون، جاش گوربن و مایکل بوبله است. روزی که اون رو دیدم مشغول برگزاری برنامه‌ای برای کمپین انتخاباتی دموکرات‌ها در همکاری با باربارا استرایسن بود. قرار بود که جاش گوربن بر صحنه بره ولی به علت بیماری نتونست. دیوید فاستر به من گفت پیانو زدن منو شنیده و از من خواست که در اون مراسم اثری به نام مفیستو والز از لیست رو بنوازم. تارا اخیراً کار با خوانندگان و گروه‌های ایرانی از جمله محسن نامجو و کیوسک را آغاز کرده است. Since January, I've been collaborating with some Iranian musicians. از ژانویه گذشته با چند تن از موسیقیدانان ایرانی همکاری کردم. اول با محسن نامجو در دانشگاه استنفورد و سالن والت دیزنی در لس آنجلس. در استنفورد با گروه ایرانی کیوسک آشنا شدم و حالا در گروه ویولون جیپسی جاز می نوازم. در ماه نوامبر همراه با گروه در 15 شهر در کانادا و اروپا برنامه اجرا می کنیم. برای اولین بار در موسیقی ایرانی بداهه نوازی رو یاد گرفتم. در موسیقی کلاسیک غربی همه چیز با نوت نوشته شده ولی در این گروه با بداهه نوازی هر بار نواختن تجربه تازه‌ایه. اول سعی می‌کردم نوت‌ها رو بنویسم ولی دیگه دارم عادت می‌کنم و کم کم فارسیم هم داره خوب میشه. الان سلنگ میتونم بفهمم و یواش یواش فارسیم بهتر میشه. شب تو زلفت ما پیش تو حقیره. تارا از برنامه‌های آینده اش میگوید. بعد از تور کیوسک قراره در 2 دسامبر در استانبول رسیتال کلاسیک پیانو اجرا کنم. امسال 1000مین سالگرد تکمیل شاهنامه است و به همین مناسبت در 13 دسامبر در دانشگاه کمبریج لندن برنامه‌ای برگزار میشه که در اون قطعاتی با الهام از شاهنامه نواخته میشن و من هم پیانو مینوازم. برادرم آریا به زبانهای انگلیسی و فرانسوی شعر میگه و من در آلبوم دومم شعرهاش رو به صورت ترانه در میارم. میخونم و هم پیانو و ویولون میزنم و به اون گیتار و شاید آکاردئون هم اضافه کنم. این فرانچ شانسون بود و این یکی بیشتر باسانوواست. از آهنگسازان ایرانی مثل جواد معروفی و انوشیروان روحانی که شهرت بیشتری دارن هم آهنگهایی می نوازم و میدونم که خیلی از ایرانی ها با این آهنگها بزرگ شدن و از شنیدن اونها دچار نوستالژی میشن. اما خواستم که با نواختن آهنگهایی از امینالله حسین و لوریس چگنوگوریان که تا به حال ضبط نشدن موسیقیشون رو به شنوندگان بشناسونم. یک پیانیست روسی میگه The piece is like a sleeping beauty and the performer is like the prince, like bringing it to life. یک قطعه موسیقی مانند زیبای خفته است و نوازنده مانند شاهزاده که با بوسه‌ای به او زندگی میبخشه و این در مورد آهنگ‌های ناشناخته این آهنگسازان ایرانی صدق میکنه.